رفقا سلام، شب و روزتون بخیر. خب این ویدیوی اول آموزش ارز دیجیتال ماست و اینکه تو این ویدیو می‌خوایم یاد بدیم بهتون که چطوری تو صرافی داخلی ثبت نام کنید و خرید و فروش انجام بدید، برداشت داشته باشید و واریز کنید. قبلش بگم که بچه‌ها من هیچ کدوم از صرافی رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، هر کدوم که خودتون انتخاب می‌کنید میتونید از طریق این آموزش روش کار بکنید، چون مشابه همه برنامه‌ها و همه سایت‌ها و با موبایل هم داریم بهتون آموزش میدیم. و اینکه یه صرافی رو انتخاب کنید که خب قدیمی‌تر باشه. 3-4 صرافی هستن که قدیمی ان و خودشون یه جورایی ثابت کردن، ولی باز میگم انتخاب با خودتونه و چون نوبیتکس جز اون اولیا بود که کار باشه نسبت به اون که راحت‌تره، من همین انتخاب کردم، خودم دارم توش فعالیت می‌کنم. حالا شما میتونید تتلن انتخاب کنید یا هر کدوم از صرافی‌ها دیگر. برنامه اندرویدشه بچه‌ها، همونطور که گفتم تو گوشی می‌خوایم کار بکنیم و بعد اینکه نصب می‌کنید این برنامه میاد بالا، اینجا قسمت ثبت نام رو میزنید و اینجا یه دونه شماره باید بدید، شماره‌ای که به اسم خودتون باشه حتماً. یه رمز عبور انتخاب کنید، حالا هر رمز عبوری که به نظرتون یادتون نمیره و اینکه باید 8 تا کاراکتر داشته باشه، حاوی عدد باشه و کاراکتر باشه و حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی هم داشته باشه. خب از طریق گوگل هم بچه‌ها میتونید ثبت نام بکنید، ولی باز این داستان احراز هویت با شماره تلفنی اینا رو داخلش دارید، پس چه بهتر که همین الان همینجا به صورت مستقیم انجام بدید. خب بچه‌ها تو این صفحه براتون یه دونه کپچا میاد که شما باید اون رو دقیقاً این پایین وارد بکنید و اگه براتون ناخوانا بود، سخت بود، میتونید از طریق این کلید یه کپچای جدید درخواست بکنید تا بتونید واردش بکنید. خب به اون شماره‌ای که دادید یه دونه SMS میاد. اون SMS ها به یه کد که باید اینجا وارد بکنید. خب ببینید خودش داره خوش آمدگویی میده و اینکه میگه که احراز هویت انجام بدید. بعد این بچه‌ها شما باید احراز هویت رو بزنید و حالا احراز هویت سطح 1 رو انتخاب بکنید. شما نام رو اینجا وارد میکنید کامل.
بچه‌ها بعد اینکه شما کار احراز هویت رو انجام دادید، تو این قسمت منو که بزنید و تو احراز هویت وارد بشید، می‌بینید که سطح 1 و 2 تون اینجوری تایید شده و رو سطح 2 میزنه سطح فعلی به صورت سبز رنگ و این تیکای پایین همش باید خورده باشه و ببخشید من رو سطح 3 بودم الان. بله اینجوری باید تاییدش رو ببینید این دو تا تیک رو. حالا سطح 3 رو فعلا نیاز نیست نمیگم. و بعد از اینکه شما احراز هویت کردید میتونید در واقع ریال واریز و برداشت انجام داشته باشید تو صرافی. خب شما بعدش تو مرحله بعدی باید برید تو قسمت کیف پول و اینجا واریز رو بزنید. ببینید ما اینجوری فکر می‌کنیم که شما تازه وارد شدید به صرافی و می‌خواید یه پولی رو واریز بکنید. این پول رو به صرافی‌های خارجی یا هر جایی که خواستید میتونید انتقال بدید یا اینکه میتونید داخل خود این صرافی ارزهایی که ساپورت میکنه رو خرید و فروش انجام بدید. الان در حال حاضر ما می‌خوایم پول واریز کنیم به این صرافی. واریز رو میزنید و از اینجا واریز شتابی رو میزنید و اینجا حالا یه پیغام به شما میده که زیاد مهم نیست، تاییدش میکنید و اینجا بچه‌ها ببینید اینجا شما میتونید اگه از قبل کارتی تعریف کرده باشید اینجا میاره، اگر هم نه شما میتونید افزودن کارت جدید رو بزنید و اینجا از طریق شماره کارتی یا از طریق شماره شبا میتونید با زدن این کلید یا این کلید کارتتون رو معرفی کنید بهش و کارت باید حتما به اسم شخصی باشه که داخل برنامه احراز هویت کرده. حواستون به این باشه و وقتی شما یه کارتی رو شماره کارتتون رو میدید و مشخصاتی که داخل برنامه ازتون خواسته رو میدید، شما کارتتون تعریف میشه و یه مدت طول میکشه، فقط ممکنه نیم ساعت یا ساعت طول بکشه که این برنامه تایید بکنه. و بعد از اینکه تایید شد شما فقط این نکته رو بگم اینجا بچه‌ها، موقع افزودن حساب کارت بانکی و وقتی میخواید از طریق شبا اضافه کنید شماره کارتتون رو، اینجا آی آر خودش داره دیگه، شما نمیخواد آی آر بزنید، فقط شما این بعد آی آر رو میتونید اضافه بکنید. شما این شماره شباتون معمولا رو کارتتون میشه و فقط خواستید وارد کنید بدون آی آر اول، از آی آر بعد اینجا وارد میکنید و تاییدش میکنید. خیلی راحته بچه‌ها، کلا یه دقیقه وقت رو نمیگیره و از طریق شماره کارت هم که از طریق زدن این کلید شما کارتی به اسم خودتون رو تعریف میکنید و در نهایت موقعی که میخواید اینجا کارتتون رو انتخاب کنید میاد توی لیست بعد تایید. بچه‌ها کارتتون رو انتخاب میکنید، حالا اینجا حد اکثر انتخاب حد اکثر تومان رو میزنید، برای مثال مثلا 25 میلیون تومان رو میزنید. برای احراز هویت معمولی و سطح 1 و 2 شما حد اکثر میتونید در 24 ساعت 25 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان واریز بکنید به داخل صرافی و حالا این مبلغ خودتون میتونید تعیین کنید دیگه، حالا میتونید کمش کنید 10 میلیون یا دستی بذاریدش مثلا 1.5 میلیون تومان. و نکته‌ای که هست بچه‌ها ببین اینجا نوشته تومان، شما ممکن توی صرافی دیگه کار بکنید به جای تومان نوشته باشه ریال و مجبور شید این مبلغ رو به ریال وارد کنید. حواستون به این موارد باشه. خب بعد از این هم که بچه‌ها ساده است. ببینید شما اینجا واریز برای من خاموشه به خاطر اینکه 1-2 دقیقه پیش من زدم و تراکنش کنسلی داشتم، به خاطر اون تا 1-2 ساعت ممکنه اجازه واریز به من نده. شما وقتی شماره کارت رو انتخاب می‌کنید و مبلغ رو اینجا وارد می‌کنید این واریز برای شما روشن میشه و وقتی میزنید وارد سایت میشید دقیقاً عین خرید اینترنتی میمونه. شماره کارتتون رو زده، شما سی وی تون رو باید بدید، رمز پویاتون رو باید بدید و کد کپچایی که داخل سایت هستش رو باید اونجا درست وارد کنید، تاریخ انقضای کارتتون هم بدید، تایید بکنید و اون مبلغ در نهایت فکر کنم 5 دقیقه‌ای وارد صرافی میشه. ولی برای برداشت بچه‌ها طول میکشه، بین 1 تا 6 ساعت طول میکشه که مبلغی که شما می‌خواید از صرافی برداشت بکنید واریز بشه به شماره کارتتون. حالا برداشتش هم بهتون بگم چطوریه. برداشتم که در واقع میرید داخل اینجا قسمت کیف پول، برداشت رو میزنید، برداشت تومان رو میزنید و شماره کارتتون رو اینجا انتخاب میکنید، مبلغی که میخواید از داخل صرافی بردارید رو انتخاب میکنید و تاییدش میکنید. حالا در مورد این کد دو عاملی بعداً باهاتون صحبت میکنم، فعلا نمیخوام زیاد فشرده بشه داستان صرافی. تمام دیگه، فقط شما شماره کارت انتخاب میکنید و حالا یا شباهت شماره کارت اینجا مبلغ رو میزنید و تاییدش میکنید. بین 1 تا 6 ساعت طول میکشه که اون مبلغ واریز بشه براتون. خب بچه‌ها در مورد برداشت ارز دیجیتال از صرافی داخلی، حالا به مقصد ولت، کیف پول یا به مقصد صرافی می‌خوایم صحبت کنیم. در مورد این قسمت وارد کیف پول میشید و برداشت رو میزنید، اینجا برداشت رمز ارز رو میزنید و ارزی که می‌خواید انتقال بدید رو اینجا باید انتخاب کنید. حالا ارزهای دیگر هم که شما باید یه مقدار کار کنید بشناسید، ولی تتر در واقع همون دلار دیجیتال هست، یو اس دی تی شناسشه و شما معمولاً بچه‌ها تون می‌خواید انتقال بدید. حالا تون رو میزنید و اینجا نوع شبکه رو شما همون شبکه تون کوین باید انتخاب کنید، چون تون فقط رو شبکه تون کوین جابجا میشه بیشتر. خب بچه‌ها شما شبکه رو انتخاب کردید، آدرس ولت یا آدرس گیرنده ارز دیجیتالتون که از داخل ولت یا از داخل صرافی انتخاب کردید اینجا وارد می‌کنید. کامنت هم که نداشتید موقع دریافت آدرس بدون برچسب تیکش رو میزنید و مبلغ رو اینجا وارد می‌کنید. حالا چرا من زدم 1.02 برای اینکه تون کوین تراکنشش ببینید شما اگه من یه دونه بزنم اینجا دریافتیه، من توی مقصدم 0.98 تون کوینه. اگر من دقیقاً 1 تون نیاز دارم مجبورم که اینجا 1.02 رو بزنم، چون 2 تون کوین کارمزدشه و از این مبلغ کم میکنه. شما ببینید من الان 2 اضافه کردم به این دقیقاً 1 تون کوین اینجا انتقال پیدا میکنه، پس حواستون به این باشه. و حالا میریم در مورد انتقال به صرافی خارجی که حالا به غیر از تون، ببینید شما الان میخواید اینجا تون انتقال بدید. خب یه مقدار تون راحت‌تر از گزینه‌های دیگه است. حالا من برای مثال برگردم یو اس دی تی رو بگم، برداشت رمز ارز، برای مثال میخوایم یو اس دی تی یا تتر یا دلار دیجیتال رو انتقال بدیم. این شناسشه بچه‌ها، اینو میزنید و وقتی روش کلیک میکنید اینجا میبینید که شما 7 تا بهتون گزینه میده که یکی دوتاش غیر فعاله. بچه‌ها این نوع شبکه‌ای که شما میخواید انتقال بدید، خب اینجا نگاه میکنید میبینید مثلا شبکه بی ای پی 20 یا شبکه پالیگون کارمزدش از همه کمتر، پس این به صرفه تره که اگه بخواید تو این شبکه تترتون رو انتقال بدید. خب اینجا برای مثال حالا من پالیگون رو انتخاب میکنم
و آدرس کیف پول باید بهش بدم. آدرس کیف پول چیه بچه‌ها؟ شما میرید داخل ولتتون، حالا ولت یا صرافی هر چیه، باید این شبکه پالیگان رو ساپورت بکنه. ببینید الان من صرافی کیسکس حالا انتخاب کنیم ببینیم این چطوری هستش. خب ببین اینجا ما دپوزیت رو باید بزنیم دیگه، می‌خوایم به این صرافی واریز انجام بدیم. دپوزیت رو میزنید و اینجا USDT رو میزنید. اینجا لیست شبکه‌هایی که برای دریافت این صرافی ساپورت کنه برامون میاد. اینجا نگاه می‌کنیم ببینیم بله پالیگان رو ساپورت میکنه. خب ببینید برای مثال ما حساب می‌کنیم که سمت گیرندمون شبکه پالیگان رو ساپورت نمیکنه. ما می‌خوایم رو شبکه BEP20 یا BSC انتقال بدیم که کارمزدش هم باز کنه. شما اینو میزنید و میایید توی مقصد شبکه BSC رو اینجا انتخاب می‌کنید. حواستون به این واژه‌ها و شناسه‌هاشون باشه که این موقع اشتباهاً شبکه اشتباهی وارد نکنید چون ممکنه پولتون کلاً از بین بره و برنگرده. حواستون به این قضیه باشه. خب وقتی شبکه رو انتخاب می‌کنید بهتون یه دونه آدرس میده. شما این آدرس رو از اینجا با زدن این کلیک کپی می‌کنید و توی قسمت گیرنده انتخاب می‌کنید، مبلغ رو میزنید. برای مثال من میزنم یه دونه USDT میگه که اختیار میده، میگه شما حداقل 10 تا USDT یا $10 باید انتقالتون انجام بشه. ما میزنیم 10 تا. بعد دوباره می‌بینید که اینجا برداشت شما مبلغ 9.2 تتره. چرا؟ چون دقیقاً بچه‌ها موقع انتخاب شبکه اینجا به شما گفته 8 دلار در واقع اینجا شما کارمزدتونه و اینو کم کنه. پس شما اگه می‌خواید دقیقاً $10 انتقال بدید باید 10.8 بزنید که اینجا بشه $10 انتقالتون. و برداشت رو میزنید و تو مرحله بعد اگه شما کد شناسایی دو عاملی فعال نکرده باشید که بهتون فعلا توضیح نمیدم چون خیلی پیچیده میشه براتون، اگه فعال نکرده باشید اینجا تاییدش رو میده و یه دونه SMS به شمارهتون میاد یا به ایمیلتون یک کد تایید میده، تایید رو میزنید و برداشت انجام میشه. پس اینم از برداشت رمز ارز یا ارز دیجیتال. تو قسمت تاریخچه هم شما میتونید ببینید که در واقع انتقال هاتون چه صورت بوده. الان ببینید من یک ماه پیش $6 انتقال دادم. دقیقاً توی این قسمت تاریخچه مشخص میشه نقل و انتقالاتی که انجام دادید. خب یه داستان دیگه هست بچه‌ها توضیح بدم بهتون. ببین مثلا صرافی نوبیتکس این ارزها رو ساپورت میکنه. خب این لیست ارزهایی که داره شاید یه هولوش 200 تا 300 ارز باشه، ولی شما مثلا یه ارزی نیاز دارید که توی این لیست نیست. برای مثال حالا مثلا یه ارزی مثل لینکس توی این صرافی نبود، من می‌خواستم خرید کنم، مجبور شدم چیکار کنم؟ مجبور شدم پولم از اینجا انتقال بدم به صرافی خارجی، از صرافی که ساپورت میکنه بخرم. حالا اینجا ما یه داستانی داریم ما ایرانی‌ها. تتر یا USDT اومده چیکار کرده؟ اومده یه الگوریتم پیاده کرده که ایرانی‌ها رو شناسایی کنه و پولشون رو بلاک کنه. شما معمولا برای این کار بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که از طریق تون پولتون رو انتقال بدید. هم کارمزدش کمتر میشه، همین که اون در واقع اون قضیه خطر تحریم و بلاک شدن از بین میره. فعلا بچه‌ها شبکه تون شامل این داستان بلاک شدن و تحریم نیست. پس ما میتونیم دارایی‌هامون رو روی شبکه تون انتقال بدیم و شما این تونتون رو انتقال میدید توی اون یکی صرافی و بعد از اینکه انتقال دادید میتونید اونجا تونتون رو بفروشید، تبدیل به تتر بکنید توی اون صرافی و از اون طریق بتونید دوباره اون ارزی که میخواد رو بخرید. برای مثال اگر شما برای کارمزد مثلا ایردراپ ممفای بخواید اتریوم رو شبکه بیس خرید بکنید، ببینید من الان چون اتریومش رو شبکه بیس دیگه و شما نمیتونید اتریوم رو مثلا شبکه اتریوم انتقال بدید، من اینجا اتریوم رو انتخاب میکنم و برای مثال برداشت رو میزنم، میبینید که اینجا شبکه بیس نداره. پس ما نمیتونیم از صرافی ایرانی به صورت مستقیم اتریوم رو شبکه بیس خرید بکنیم برای کارمزد ممفای. اینجا مجبوریم چیکار کنیم؟ اینجا راحت ترین راهش اینه که بچه‌ها تون بخرید. برای مثال یه دونه تون بخرید، انتقال بدید به صرافی خارجی و تو صرافی خارجی اون تون رو معامله کنید به تتر تبدیل کنید و بعدش اون با از طریق اون تتری که معامله کردید اتریوم بخرید و این اتریوم رو انتقال بدید از طریق صرافی خارجی رو شبکه بیس به اون قسمت‌ها ولت یا هر چیزی که می‌خواید برای کارمزد. ببینید شما صرافی حالا کیسکس رو من انتخاب کرده بودم، یه تست بکنیم ببینیم شبکه اتریوم داره یا نداره. ETH شناسه اتریوم انتخاب میکنید و میبینید که اینجا برای برداشتش نه، شبکه بیس رو ساسپندد زده و محدود کرده، ساپورت نمیکنه. تنها صرافی که الان من میشناسم تو صرافی که خودم دارم کار میکنم بیتونیکس که انجام میده. شما مجبورید حالا هر دارایی یا هر ارز دیجیتالی رو از طریق صرافی داخلی بگیرید که تون گفتم راحت ترینشه، انتقال بدید به بیتونیکس و از اینجا موقع درخواست خروج ببینید مثلا کیف پولی که برای ممفای هست شما خود داخل ممفای درستش کردید، آدرس اتریوم شبکه بیسش رو میگیرید و اینجا اتریومی که خریدید رو از طریق شبکه بیس انتقال میدید به داخل اون حالا جایی که میخواید. ویتدراو رو میزنید، اینجا اتریوم رو انتخاب میکنید، آدرس اتریومتون رو اینجا وارد میکنید و توی نتورک اینجا میبینید که شبکه بیس هستش. اینجا شما عین این میمونه بچا، مثال ایرانیش خب عین این میمونه که شما مثلا این تومن پول رو از طریق شبکه شتاب انتقال میدید به مثلا به یه بانک دیگه. خب حالا توی ایران ما فقط شبکه شتاب رو داریم دیگه، شبکه‌های دیگه هم مثلا حالا زیاد آشنایی ندارم با شبکه. حالا مثلا میگم مثلا یه شبکه شتاب 2 باشه، شما بیس رو شتاب 2 تعیین بکنید، میذارید روی مثلا اون شبکه. دقیقاً میخوام مثال ایرانیشو بهتون بزنم که بدونید چیا نوع شبکه رو انتخاب میکنید و مقداری که اینجا اتریوم دارید رو انتخاب میکنید و ویتدراو رو میزنید. فقط با تواسط باشه که اینجا بچا یه محدودیتی داره شما برداشتتون، شما از این مقداری کمتر نمیتونید برداشت کنید. شما حداقل باید
برای مثال شما باید چیزی هولوش 500,000 تومان 1 میلیون تومان به اندازه ریالی میگم این مقدار باید خرید کرده باشید که بتونید انتقال بدید دیگه. اینم از این، در واقع اینم بهتون توضیح دادم و میمونه خرید و فروش ارز داخل صرافی ایرانی. خب ببینید برای خرید و فروش ارز توی داخل صرافی ایرانی میاد داخل قسمت مبادله، اینجا نوع ارزتون رو مشخص میکنید. برای مثال من تون رو میزنم، حالا تون رو از طریق ریال میخواید خرید بکنید یا از طریق دلار. بچا این مربوط به اینه که شما داخل صرافی چی دارید. شما الان ریال واریز کردید، پس تون از طریق ریال رو میزنید، یا ممکن از صرافی خارجی شما دلار یا تتر وارد کرده باشید که از طریق تتر انتخابش میکنید. حالا من تون به ریال انتخاب کردم. اینجا که وارد میشید ببینید این بالا دو تا قسمت هست، خرید فروش. قسمت خرید برای خرید رمز ارز تون کوین و قسمت فروش برای موقعی که شما تون کوین دارید داخل موجودیتون و میخواید بفروشیدش. راحت ترین راه خرید بچا اینه که شما برید اینجا توی این قسمت خرید سریع رو انجام بدید. اینجوری قیمت مشخص نمی‌کنید، خود برنامه با توجه به قیمتی که داره اینجا معامله میشه اون مقداری که شما می‌خواید رو براتون معامله می‌کنه. برای مثال من میگم آقا یه دونه تون کوین می‌خوام. خب یه دونه تون کوین می‌خوایم و با قیمت بازار با معامله کن. اینجا وقتی اینو میزنم خرید تون کوین رو میزنم، حالا چون من ریال موجودی ندارم داخل صرافی این اختیار رو میده، من هر چی داشتم تبدیل کردم به ارز و شما وقتی اینو میزنید یه تایید دیگه ازتون میخواد، همون لحظه بعد شما معامله تونتون انجام میشه سریعا. خب حالا یه نوع دیگه معامله داره که با تعیین قیمته. شما مثلا اینجا زده الان 355,000 تومان تون کوین رو شما میزنید 354,000 تومان و مقدار تونتون رو مشخص میکنید و خرید رو میزنید. اینجا تاییدش میکنید بچا میاد توی صف معامله شما. خب همین لحظه انجام نمیشه، وقتی انجام میشه که قیمت بیاد پایین برسه به 354,000 تومان. اگر به این قیمت نرسه معامله شما انجام نمیشه و میمونه همینجوری تو صف تا موقعی که شما بیاد کنسلش بکنید. این از این و میریم سراغ حالت‌های دیگه. بچه‌هاتون توضیح نمیدم، فعلا زوده، خیلی حجم آموزش زیاد میشه. پس شد دو حالت. حالت سری که شما قیمت رو تعیین نمی‌کنید، فقط مقدار رو تعیین می‌کنید با توجه به قیمت روز لحظه‌ای بازار براتون معامله انجام میده، و با تعیین قیمت که شما یه قیمتی رو تعیین می‌کنید به محض اینکه به اون قیمت برسه اون مقدار براتون خرید انجام میشه. ببین تو قسمت فروش باز اینجا دو تا داره، حالت سری و حالت معمولی. شما تو حالت فروش وقتی یک تون کوین موجودی دارید و یک تون کوین رو وارد می‌کنید، ببخشید من چون اینجا موجودی تون کوین الان چرا دیگه دارم موجودی هم. آره خب حالا یه دونه مثلا من تون کوین میذارم اینجا، یه دونه رو میزنید و فروش رو میزنید. من نمیخوام الان بفروشم، کلیک نمیکنم. به محض اینکه کلیک رو میزنید و تایید میکنید با قیمتی که داره اینجا معامله میشه در حال حاضر که الان میبینید خریدار 356,000 تومان هست. خب با قیمت 356,000 تومان برای من میفروشه و اگر شما با تعیین قیمت رو بزنید، برای مثال الان 356,000 ما میزنیم 360,000 تومان، ما میخوایم گرون بفروشیم مثلا 360,000 تومان و مقدارش هم مثلا میزنیم یه دونه تون کوین. فروش رو بزنید دوباره مثل خرید میاد تو صف، به محض اینکه قیمت به 360,000 برسه تون کوین ما رو میفروشه. فقط نکته‌ای که هست بچه‌ها اینجا شما برای معامله یک کارمزد خیلی مختصر و کمی رو باید پرداخت کنید به صرافی. اینو حواستون باشه که اگه پولتون کم شد فکر نکنید که حالا این وسط خورده شده یا چیزی. این پول به عنوان کارمزد برای معامله که شما انجام دادید کم میشه. حالا برای مثال مثلا برای تون کوین یه دونه تون کوین شما بخرید شاید مبلغ 300-400 تومان ازتون کارمزد کم کنه و میگم که مبلغ خیلی کمیه. شما 355,000 تومان خریدتونه، 300 تک تومان کارمزدتون میشه. برای مثال دارم میگم، بعد خودتون برید ببینید چقدره. حالا من نمیخوام زیاد اینجا طولانی بشه آموزش. همین دیگه بچه‌ها، چیز خاصی نیست. یه جمع‌بندی بکنیم. شما برای انتقال داراییتون احتیاج به نوع شبکه دارید، آدرس و کامنت. خب حالا کامنت توی خیلی از جاها استفاده نمیشه، حواستون باشه. توی تون کوین اگه ارز دیگه‌ای مثل همستر رو مثلا می‌خواید انتقال بدید تو شبکه تون کوین معمولا کامنت میخواد، ولی خود تون کوین کامنت نمیخواد. اگه نخواستی که بدون برچسب رو حتما میزنید و نوع شبکه هم برای تون کوین معمولا همون تونه، ولی برای ارزهای مثلا USDT یا مثلا اتریوم شما 5-6 تا انتخاب دارید که باید اون انتخاب شما مثلا شبکه بیس هم توی این صرافی ساپورت بشه هم توی صرافی که میخواید انتقال بدید یا کیف پولی که میخواید انتقال بدید. شما نمیتونید مثلا اتریوم رو شبکه اتریوم بفرستید ولی رو شبکه بیس دریافت بکنید، این غیر ممکنه. شما باید اتریوم رو بخرید توی صرافی، موقع انتقال شبکه برای مثال شبکه آربیتروم رو انتخاب بکنید و مقصدتون هم آدرس آربیتروم رو بگیرید وارد کنید اونجا، وگرنه پول شما این وسط میپره. در مورد تون راحت‌تر دیگه، تون فقط شبکه تون کوین و چیز دیگه ای نیست، فقط از این طریق میتونید انتقال بدید.